چند دقیقه فشار عصبی و عصبانیت باعث میشه که 6 تا 7 ساعت کورتیزول توی خونتون بالا بمونه. بدن برای مقابله با فشار عصبی، اضطراب و استرس کورتیزول ترشح میکنه که هورمون معروف استرس هستش و این باعث میشه که شما دچار مشکلات جسمی و ذهنی، در واقع روانی مختلف بشید. ایمنی بدنتون بیاد پایین، اختلالات خواب پیدا کنید، حافظه و تمرکزتون از بین بره، قند خونتون افت کنه یا بالا بره، فشار خونتون افزایش پیدا کنه، ضربان قلبتون افزایش پیدا کنه و مسائلی از این دست. پس ما باید اولویت بندی کنیم که هر چیزی به واکنش ما نیاز نداره. تو هر شرایطی هر اتفاقی افتاد سعی کنید آرام، خونسرد و ریلکس باشید. پس چی شد؟ هر چیزی هر اتفاقی نیاز به واکنش نشون دادن ما نداره. این مورد رو حتما جدی بگیرید. یه چند دقیقه فشار عصبی، عصبانیتی که وارد میکنید همه چیز به سرعت فرو میپاشه، مشکلات مختلف به وجود میاد. پس این نکته رو خیلی مهمه در نظر بگیرید که دچار مشکلات مختلف نشه. خصوصا خیلی ها این براشون مزمنه، مدام هی عصبانیت، فشار عصبی، هر چیزی میشه اینا واکنش نشون میدن. حتی یه بوق زدن ساده توی خیابون باعث میشه که کلی هرس بخورن، فشار عصبی، عصبانیت، استرس به خودشون الکی در واقع مشکلات مختلف رو تزریق کنن از طریق ذهن. پس ما باید اولویت بندی کنیم، حواسمون باشه که تو هر شرایطی واکنش نشون ندیم.